موسیقی برای هر یک هنرمند این یک عشق است نه؟ فرزانه خورشید، از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به تو یک پیام دارم. در روایت بخاری آمده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرمایند در امت من افراد پیدا می شوند که زنا، ابریشم، شراب و اسباب موسیقی را حلال می شمارند. یعنی این چیزهایی که در اصل حرام هستند، در آخر الزمان در امت من افراد پیدا می شوند که آنها را حلال می شمارند. خانم فرزانه، شما که موسیقی را نه تنها حلال بلکه عشق می گوید، مبادا از جمله همین گونه افراد باشید که اسباب موسیقی را حلال می شمارند. آیا می دانی که عاقبت این گونه نفران خیلی خطرناک است؟ در بزم و محفل هایی که شما اشتراک می کنید، تمام این چیزهای حرامی که در این حدیث بیان شده است بر علا دیده می شوند. حالا من درباره سر و لباس چیزی نمی گویم، در پیام های بعدی نوبتش می رسد. خانم فرزانه، دیده و دانسته آخرت خود را نسوزان. قبل از این که مرد به سراغت بیاید، توبه کرده به سوی الله بازگرد. الله مهربان است و توبه پذیر. انشاء الله توبت را می پذیرد. براستی حیرانم که تا به حال چندین هم کسبانتان از دنیا رفتند. شما شاهدی آن بودید، ولی برای شما درس عبرت نشد.